اگر جمعه ها ما بس کنیم 24 حرف است بسم الله، 24 حرف است والعلم، یا 24 کلمه است. بگین نمیره تبلیغا براتون گفتنی 24 حرف است. اینمی بسم الله الرحمن الرحیم اگر ما ذکر بکنیم، این بسم الله یک شفاخانه متخصصه هست، یک دانشگاهی هست که اگر داخل شوی و او را تلفظ اگر بکنین، در این دانشگاه کاملا عاقل، صحتمند، سالم، با دانش میبراییم. انسانی که دانش داشته باشه زندگی شفاف است. انسانی که با دانش اگر دکانداری میکن دکانداری شفاف است. ما بارها براتان گفتم بدون دانش چو شمع پی علم باید گداخت، چون به معنای مثل است ها، چون تقریبا 3 معنا میاره در کتابا. یک معنای چون مثل، شما مانند و مثل پروانه که در شمع خود میسوزاند، شما به خاطر فراگیری علم، دانش، علم، تحصیل مانند پروانه بسوزانید. خود شهید راه تحصیل و تعلیم کنید. پدری که آگاه باشه زندگیش پیش میره. پدری که در خانه آگاهانه اگر زندگی داشته باشه تربیت اولادش درست میشه. امروز جامعه ما را کی خراب کرده؟ فرزندان بی تربیت. آبادی وطن هم به دست مخلوق انسانی است، تباهیش هم به دست انسان است. گاو تباه نمیکنه، شتر تباه نمیکنه، شتر دزدی نمیکنه، سگ تباه نمیکنه، مگر انسان تباه میکنه. بسیاری بکنه تو یک نش میزنه یک سگ. پاسمان کو انسان پس تو را جور میکنه، الله جور میکنه، پاسمان دکتر سبب میشه. پس تو زرقیات سمومه و ضد زهر و سمومه شدیده و خفیفه به تو زرق میکنه، زهر اونمو از بین میره. اما تباهی را که انسان میکنه هیچ مخلوق خدا نمیکنه. آبادی هم که انسان میکنه هیچ مخلوق نمیتونه. این مسئله را انسان ساخته، انجینر ساخته. تحصیل بکنین مانند پروانه که خود را به گرفت آتش و نور میسوزاند، تو خود را به نور تحصیل و علم بسوزان که به علم نتوان خدا را شناخت. کسی که علم نداشت خدا را نمیشناسد، کسی که عقل نداشت خدا را نمیشناسد. هدفم در اینجاست اگر پدری که بسم الله و اعوذ بالله و قرآن را داشته باشد، تحصیلات اسلامی کرده باشد، اون پدر آگاهانه در داخل زندگی تربیتش آگاهانه میکنه، فرزندش را جامعه را بازو بچه تباه نمیکنه، سلسله جور میشه. آل اکثرین بزرگا و تاجرای ما زکات نمیته. چرا؟ از فضیلت زکات خبر نیست، از سخاوت خبر نیست. اگر این پدر سخاوتمندانه درس خوانده باشه، تحصیل کرده باشه، بچه‌ش سخی تربیت میکنه، بچه زم در راه الله باز خرج میکنه. این پدر اگر خود روزه بخونه، فرزندم با روزه میخورد. اگر این مادر به حجاب باشد، دخترش به حجاب میبرد، جامعه را به فساد میکشاند. خو از موضوع بیرون نشم. اگر کسی بسم الله را بخواند، گویا که بسم الله خواندن داخل شدن به یک دانشگاهی است که تو را شفاف میکنه، همه نور را به تو میبخشد. بسم الله چیزی است که اگر تو بخوانی از همه امراض شفا بخش به تو تمام میشه. موسی علی نبی علیه الصلاة و السلام میفرماید که من بیمار شدم، به یک مرض مبتلا شدم، فقط یگانه شفا بخش الله است. هو الشافی، هو الکافی، هو المعافی. دکتر یک سبب است تا که الله در دعوای دکترم تاثیر نیندازد. مؤثر حقیقی الله هست. تو جور نمیشی، دعوا جور نمیکنه تا که الله تاثیر شفا را به دعوا نته. کارت نمیبیرد گردن را، گوسفند را، دستت را، تا که الله به او کارت تاثیر بریدن نته. اسماعیل نبرید. 3 روز پیش که روز اول عید بود که مصادف به ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام در مینای شریف بود، چرا کارت گردن اسماعیل 13 ساله را نبرید؟ الله تاثیر بریدن از کارت گرفته بود. چرا عمق بحر بی پایان پروردگار او هم در داخل شکم مایی حضرت یونس علیه السلام را بی اکسیژن نکشت؟ شکم مایی الله نگاهش کرد. اون کشتی بحری و تحت البحری کانادا که در اقلیم اطلس، اقیانوس اطلس پایان رفت، که چند هزار کیلومتر در داخل رفت، الله در داخل همه سیستمای تکنولوژی که از بالا رهبری می شود، همه اکسیژن ها و چوکی ها و برنامه هایش مدرن بود، الله در زیر آب تباهش کرد. اما یونس در شکم ماهی الله نکشت. ماهی که بخورد انسان را میکشد. اون ماشینی را که دشمن ساخته بودن
در اقیانوس اطلس کانادا که در داخل فرو رفت با همه امکانات حیات بخشم بود، چرا 90 ساعت زندگی کرده نتانست در داخل آب؟ هم نان داشت، هم غذا داشت، هم اکسیژن داشت، هم امکانات داشت، همه برنامه هایش به همه یک چند لک والله علم 2.5 لک دلار است یا نم 27 نفر 25,000 دلار است. چه قسم مورد شما دیدین در فیسبوک یا نه؟ 5 نفر اگر 25,000 دلاری هزینه مصرفشان شده باشه 1 لک دلار. 2000 کیلومتر است یا 2000 متر داخل بحر رسیده نرسیده، الله اونجا جان هر پنجه کمون وسایل اکسیژنش گرفت. اما یونس علیه السلام پیغمبر خدا چون بسم الله داشت، توحید خدا داشت، اقرار به توحید الله داشت، رحمانیت و رحیمیت الله را باور داشت، 40 شبانه روز نه آب دارد، نه نان دارد، نه اکسیژن دارد، نه 1.5 لک دلار خرج دارد، در شکم مایی الله نگاهش میکنه. الله اکبر. چرا خود را به اون نام الله تداوی نمیکنین؟ چرا اقتصاد را به بسم الله تداوی نمیکنیم؟ چرا امراض را به بسم الله تداوی نمیکنیم؟ دشمن هرچه تکنولوژی در آسمان رفت دلش یخ نکرد، در فضا رفت یخ نکرد، بازم شکست خورد. خواست که بحر بی پایان الله را کشفیات کنه. کشتی تایتانیک 1500 نفریشان که الله در اونجا مردار کرد، او را اینا را اونجا باز رسیه هایشان را هم اونجا برد گرفت جانشه. نه لک دلار خرج کرد یونس علیه السلام، نه پول نه پیسه. خدا اون ماشین چقدر قیمت هزینه داشت. ماشینی که اینا ساختن در فضای عمق بحر رفتن شاید میلیون ها دلار اون هزینه برداشت کرده بود. هنوزم الله حالا جسدشان پیدا کرده نمیتونه. میدونید این کافرایی که با خدا پای درازی میکند، من بزرگ هستم، من جهانگیر هستم، من ظالم هستم، من همه امکانات را دارم، لاشت پیدا کنی، لاش پیدا کن. الله متعال در داخل ماهی نهنگ یونس را میبره، 40 شبانه روز نگاه میکنه. همونجا یونس چی میگه؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الله میگه رای نزن، مانند شکم مادرت تو را در داخل شکم ماهی در بحری که داخلش تاریک است یونس علیه السلام را پس زنده میکشه. هدف هم در اینجاست که حضرت موسی علیه السلام مریض شد، به یگانه شفاخانه به یک متخصص ذات یکتا مراجعه گفت الله مریض هستم، الله مریض هستم. پروردگار گفت من ذات هستم که همه امکانات پیش من هست، همه چیز پیش من هست، شفا، دارو، دوا، امکانات بلا پایان. گفت خیلی خوب و دوایت کجاست؟ الله گفت ای موسی اون گیاه را بخور، اون علف بخور، پودینه است یا نعنا هست یا یعنی در موسی علیه السلام را باز آمد، باز در جانش آمد. گفت که علف را خود شناسایی کرده بودم چون حافظی انبیا قوی است نسبت به من و تو، چرا او یک فکر ذکر و عبادت الله را داره، هیچ چیز در فکرش جای نمیته بجز یاد الله. الله را یاد که همه چیز برید میخواه. الله بگو قفل دکان باز کن، الله بگو قفل سیف را باز کن، الله بگو کلیم ترتاب ده. گفته تاجیکا گپ حل است دیگه میایه برید. این میشه یک تکسی وان است. خب من یک صبح که ترجمه گفتم هر نوع آرزویی که خواستی برآورده شود، امروز پولدار شوی بگو استغفر الله 300 مرتبه، 100 مرتبه، 70 مرتبه در حدیث میره. نوش جانت که 1000 میگی. نمازگر او ستر شدم، امو جوان کما آمد سنی نماز شام. گفت مولایی صاحب، گفت صبح که ترجمه خواندی که استغفر الله، گفت من امروز خواندم نمیفهم که 700 مرتبه شد، گفت یا 300 مرتبه تا 11 بجه همین یک رو هم کار نکردم، بعد 11 بجه یا 12 بجه بعد از شاش تا من نمازگر گفت 1100 افغانی پیدا کردم مولوی صاحب. 1100 در طول تکسیوانی من چندین سال میشه از 400 500 بالا نبود، 1100 تنها مفاد الله دم داده، تنها مفاد را من 1100 کردم. شاید جوان اینجا باشه اگر من دروغ نگم اشتباه نکنم. عزیزی من اگر خواسته که شفا بخش شوی نام الله را بگی و شروع کو بخیر. موسی علیه السلام رفت امی گیاه را خورد، ای جور نشد، بار دویم خورد جور نشد، گفت باز به دروازه الله را هرچی خیزک بزنی آخرم در مرگ میایی، هرچی هر طرف بری بازم بنده الله هستی، از زیر قدرت الله بالا نیستی، از روی زمین خدا دیگه جای نمیتونی رفته، از آسمان الله بالا رفته نمیتونی، بازم بنده الله محتاج الله هستی. گفت که
ای پروردگارا شما معرفی کرده بودین یک روز پیش، 10 روز پیش، یک ماه پیش من این علف را خوردم شفا بخش شدم، حالا هر چی که میخورم جور نمیشم. گفت ای موسی علیه السلام اون مرتبه که تو خورده من گفتم بسم الله الرحمن الرحیم نوش جان کو، در ابتدا بسم الله بگو، این دنیا همه زهر است، همه خطرناک است، هلاکت میکنه. این دفعه نام مرا نگفته، خدا تاثیر شفا را به او نداده. بسم الله الرحمن الرحیم چیست؟ شفاخانه تداوی کننده امراض داخل و باطن و ظاهرتان است. بسم الله اینقدر برکت داره. دوارم که میخوره پیش دکتر میری، ما خالم دکتری شدیم، امی هندک شد دکتر برو، چرا وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین چرا نمیخوانی؟ این امی شور میخوره دکتر است، خب برو دکتر هم برو، لیکن وقتی که دوا گرفتی بسم الله الرحمن الرحیم دوا را که دست راست دهنت بنداز. بسم الله در هر گولی که میخوریش بخوان در دهنت بنداز. هر چیزی که به دهنت خلاصه پیش میبری، چی آب، چی نان، چی غذا، چی گوشت قربانی، بسم الله گفته بخور. وگرنه این چیزای ثقیلی که تو میخوری، این زهر که این دوا کل زهر است، تلخیش تحمل میکنی نه؟ امی دوای زهر و تلخ را تحمل میکنی، اما گپ یک برادرت تحمل نمیکنی، در روزت باقی نمیکنی، میگی مرا گپ تلخ زده. از دوا کده، دوا را خیلی چرا میخوری؟ بسیار زهر است. دوا تلخ است میخوری، عملیات شکمت پاره میشه، زیر پنس دکتر خواب میکنی، شکمت پاره میکنی، با یک کسی جنگ میکنی، تو را یک بوکس میزنه کلیت میده میکنه. دو طاقت کده میتونی. چی گپ میشه که در روزت کینه را بکشی، برادرت در آغوش بگی اگر دوزخ رفتی من جواب میتم، اگر پولی درخت من جواب میتم، جنت را بگی، کینه را از دلتان اوسو کنین. این همدلی است. به هر صورت موسی علیه السلام بالاخره را خورد، شفا بخش شد، لیکن نام الله را گرفت. نام الله را نگرفت، تاثیر الله ننداخت. این وقت ما پورا شد، بازم موضوع من. به هر صورت دیگه برکت و فضیلت سوره ببخشین آیه بسم الله الرحمن الرحیم. دوم، برکت بسم الله سبب حفاظت شیطان، جین، دشمن، دزد میشه. بسم الله را بخوان، از شر دزدان مأمون میماند، دکان، دخلت، موترت، زندگی. حضرت رابعه بصری رحمهم الله، رابعه یک زن است. ایتون نگین که ما مردا همه کمال داریم، زنا ندارد. پیش الله تقوا، شاخ در آسمان گفته و ما پیش الله نمیچله. تو اگر تقوا داشتی با تو ارزش داری، هر قومی که هستی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. علم الله ها هم افغان بیسیم نوشته کرده می آیت را. الحمدلله هر جا که میبینیم لوگوی از آیت است، از اوصاف رسول گرامی است، از صفت ها و نام های الله است. الحمدلله. همین چشمت خو میخورم کلمه طیبه میری یک دفعه خو میخوانی. دیگه بسم الله چشمت میخورم، چشم خوردن به کلمه طیبه به اون نام بهترین عالم خودش عبادت است. به هر صورت حضرت رابعه بصری رحمت الله روز کار میکرد، شب تهجد میخواند. همیشه عادت داشت هر کاری را که میگرفت بسم الله الرحمن الرحیم. کالا میپوشد بسم الله، آب مینوشد بسم الله، دیگ پخته میکرد بسم الله، علو در میداد بسم الله، قدم میگذاشت بسم الله. ایرا میخواند. ایرا میدانین که حضرت موسی علیه السلام بسم الله گفتگی است، رحمان الرحیمش هنوز ذکر نکرده، تنها بسم الله گفته الله نجاتش داد از مرض. رابعه بصری میگه شب خواب بود، دزدی در خانه آمد، خانه رابعه صاحب را چورو میکرد، اجناسش میگرفت، چادر داشت، لباس داشت، بکس داشت، کالا داشت، حلقه و طلا داشت، هر چی که داشت، سیاسرا یک زیور خدا را لاقل. ایره که جمع کرد عالمی برای این خانه در داخل شدن دروازه داره، دوز بار دوم که اجناس را میگیره میبراید، دروازه نیست. 3 مرتبه مراجعه میکنه که من یقین دارم که دروازه اینجاست، نزدیک میره بند است. اجناس حضرت رابعه را برده در بالا سرش میمونه. در قرن اول تابعین تر شده حضرت رابعه بصری. این جنسش که اینجا میمونه، میره که دروازه باز است. سرگردان دوست باز آمده که همیشه چادر را میگیره که میکشه، باز دروازه بند میشه. صدای غیبی آمد که ای دوست، ای سارق، این نام الحبیب فالسلطان یقظان. اگر دوست خدا خواب کرده، زن عابده خواب کرده، دوست الله خوابیده، تهجد خان خوابیده، بسم الله خان اگر خوابیده، بسم الله را که خوانده، بسم الله خوانده اوست دیگه نرین، بسم الله خواننده اگر خواب کرده، فالسلطان و یقظان، پادشاه حقیقی الله خواب نمیکنه، تو را میبیند، بسم الله بخوان تو را حفاظت میکنه. اگر این دوست خدا خواب از خود خدا یک تا بیدار است،
بگذار چادر بیبی را. با برکت بسم الله دروازه های بلا بند می شود. دزد فرار کرد و گرفت. ور خطا شد که یک صدای غیبی، هاتف غیبی آمد: این الحبیب، امی دوست اگر نام و خواب است فسلطان و یقظان، پادشاه بیدار است. بیاین پادشاه حقیقی را صدا کنیم که بسم الله شروع میکنیم با تو پادشاهی که همیشه بیدار هستی، با تو ذاتی که همیشه بیدار هستی، با تو ذاتی که همیشه میبینی. با نام تو شروع میکنم. میبینی که مرضها را از ما دفع کن، دشمن را دفع کن، شیطان را دفع کن. این چند، این دو برکت بسم الله. سوم برکتش عزیزان من، چوپانی بود گوسفند میچراند، اما بزرگ چوپان. این مطلب میگم، باز بس میکنیم در جمعه آینده. باز بخیر زمی سوره فاتحه دیگه برکات بسم الله را براتون اشاره میکنم. حضرت چوپان بزرگوار گوسفند میچراند. دادش ها مصطفی گوسفند چراندن بود. کسی خبر شد که یک بزرگ بسیار نیکی گوسفند چرانی میکنه. آدمای نیک را زیارت بکنین. خب در بخش کتابای ادب می آورد شیوخ و بزرگا و پیشوایانتان را در زندگیشان زیارت بکنین. در روز یک جوان آمد ادگشتک پیش من. یاد از مولوی صاحب شهید حیات دین صاحبی بود. یک ساعت هم کم بود، 20 دقیقه بود. یادی از او میکرد. میگفت چی یک انسانی بود. من همیشه بعد از او اندیوال بودم، میرفتم در زیارتش. وقتی که در اتاق میرفتم از دلم از پیش خستن نمیشد. ای دشمن صفاک، همون رقم یک انسان را، همون یک انسانی که همیشه به ذکر الله مصروف، ای یاد الله به بسم الله مصروف بود. یادی توصیف و تمجیدی را میکرد. الله متعال امیر قم جوان را الله توفیق داده که من گفت در جرمنی و کانادا و انگلستان بودم. از اونجا من به زیارتش آمده گستم، همیشه در اتاق رفته با او من مصروف دیداری از او بودم. به هر صورت عزیزان من، میمی بزرگا را، آدمای نیک را همیشه شما زیارت بکنید. دو برکت است، دو خیر است. این میگه من رفتم که یک چوپان از خودش گوسفند میچرانه، اما بزرگ است، عبادت تهجد میکند، میخواند و عبادت میکند. میگه رفتم در دشت، دیدم که جستجو کردم، من چوپان را پیدا نکردم. چوپان را پیدا نکردم، جستجو کردم در همه اینجا پالیدم، اما چوپان را پیدا نکردم. ناگهان دیدم که رمه و گوسفند میچرد، در چار اطرافش دها گرگ است، غر و فش کرده در اینجا مستی کرده میگرده. من ور خطا شدم که چی در دام غلطیدم و به یک طرف تعجب کردم که این گرگان با گوسفند هم دشمنند، مثل که آب و آتش با هم دشمن است. این گرگ با گوسفند دشمن است، چرا در این گوسفند حمله نمی کند؟ اینجا غر و فش می کند و همه دهن باز به جان گوسفندان نمی کند، مثل که پیشرویش یک مانی باشه، یک سپر باشه، یک شیشه باشه، یک دیوار باشه. خود را گوشه کردم که گرگ جان من حمله نکنه. نه، دمی آدم هم حمله نمیکرد گرگ. چرا؟ با دلیلش براتون میگم. میگه جستجو کردم، دیدم که چوپان به سر جای نماز مصروف عبادت، سر به سجده گذاشته که سبحان ربی الاعلی، الله عالی تو پاک استی. خب مصروف ذکر و عبادت پروردگار است. سلام داد، من رفتم دستی بزرگوار را گرفتم، قابل تعظیم و احترام بود. گفتم من تعجب به این کردم تو مصروف عبادت هستی، گوسفندان کشتی کسی را نمیخورد. حیوان به طرف کشتی دیگران گندم و جو و پخته کسی نمی رود و در یک درم و امون علفی که مباح است و قورقی خودت است امون را میخورد. این سر را دمه بگو که چرا گوسفند کشتی دیگران نمیخورد. دوم دلیل را بگو که من در چار گرد گوسفند تو صدها و دهها گرگ درنده را دیدم، اما گوسفند تو را نمیخورد، حملم نمیکرد. گوسفندم با اطمینان کامل علف میخورد. چه دلیل داری؟ چه علت است که گرگ با گوسفند آشتی کرده، گوسفند با کشت دیگران آشتی کرده؟ بازی چوپان گفت من حین اصطلح الراعی مع الله، از همون زمانی که من چوپان با خدا آشتی کردم، گرگ با گوسفند من آشتی کرده. از همون زمانی که با خدا پیمان دادم که هر چیزی که تو گفتی من از همون چیز پریز هستم، گوسفند من از کشت دیگران پریز است. بارها تاکید کردم ماجی صاحب مریض است، این جوان مریض است، دکتر نوشته میکنه یا در اون پردهش نوشته هست که در سوزش میده این مضر است، پیازداغ، خمیری باب، فلان فلان، در گرده، لوبیا، حبوبات، چارمغز، شیر، ماست.
مازین صاحب ما تکلیف گرده داره دعا کن الله شفا بده. گفتم مازین صاحب نمیری؟ گفت دکتر از برنج پرهیز کرده. پرهیز کردن یک قدمی پرهیز دکتر پابند هستی، خدا میگه دروغ نگو، پرهیز همیش کردن نیست، روز 200 دروغ میگه دکاندار. خدا میگه در ناموس مردم سایل نکن، پرهیز همیش کردن به زن مردم سایل میکنی. خدا میگه دخترت بی حجاب در روز عید کوچا بالا نکو، در کوچا روان نکو، پرهیز میده میکنی، در گفتی الله نمیکنی، اما در گفتی یک دکتری هندی کافر میکنی. چرا پرهیز خدا را نمیگیری؟ بله پرهیز بکو، هدف اینجاست که پابند ما به عهد یک بنده هستیم، با خدا صلح نکردیم، پابند نیستیم. امی است که امراض به جان ما آمد، امی است که اقتصاد ما خراب شد، امی است که برکت ما خراب شد، امی است که اولاد ما بی ادب و بی تربیت شد. ما با عهد با دکتر اینقدر پابند نیستیم، اما متوجه پرهیز الله نیستیم. همه پرهیزا را ما شفتل درو میخوریم، خب همونطور که بند کردیم میخوریم، این کار نکنیم. به هر صورت اینجاست که حضرت چوپان گفت ما با خدا صلح کردم، پرهیز کردم از گناه. اینجاست که پروردگار گرگان با گوسفند صلح کرده، گوسفند با کشت دیگران صلح کرده. گفت چی کردی؟ کدام ذکر خواندی؟ گفت گوسفند که در اله کردم بسم الله الرحمن الرحیم، الله اکبر. گفتم به نام تو خدا من در این در گوسفند اله کردم، نام تو حافظ، نام تو نگهبان، نام رستم به از رستم که یک عواما یک مثل دارد، نام خدا از همه بهتر و حافظ است. دی در اعلان کردم، امون پروردگار به برکت بسم الله الرحمن الرحیم محافظ گوسفندان من شد، گوسفندان ما پرهیز از کشت دیگران کرد. اینم از برکت بسم الله الرحمن الرحیم. چند برکتش هم براتون اشاره کردم. محافظت از دزد میشه، بسم الله بخوان. محافظت مال و سرمایتان از شر گرگ و شغال و دزد می شود. دو سیمش چی بود؟ سبب شفا بخش امراضت می شود. 3 دانه. چهارم و پنجمش هم براتون اشاره میکنم. خیر است امروز روز عید است انشاءالله، هم از گوشت تغذیه شدین. این دوی دیگه هم اشاره میکنم. 5 دیگه شب جمعه آینده انشاءالله من زنده شما زنده بیاین که یک نوع نسخه است که اگر این نسخه را ما اجرا کنیم قابل درد در بدن ما نیست، از بین رفتن سرمایه ما نمیشه و برکت در زندگی ما میاد. این نسخه را تطبیق بکنیم. اینجاست که حضرت نوح علیه السلام کشتی را 900 سال این ملت دعوت کرد. 83 یا 80 نفر مسلمان شد. 83 الی 80 نفر مسلمان شد. الله متعال دید که این ملت بیدین و مشرک است، آدم نمیشه. نوح علیه السلام را الله گفت تو یک کشتی بساز، تو در کشتی سوار شو با جمع مومنه و رفقایت، ما این ملت دیگه روز هلاکت و تباهیش فرا رسیده است. نوح علیه السلام کشتی را ساخت. در قرآن ثابت است این آیت و این مسئله. در کشتی سوار شد. نوح علیه السلام که در کشتی سوار شد، پروردگار گفت که از زیر تنور و دگدان این مردم آب را فواره میکنم، آسمان از بالا آب میریزاند، باران میشود، از زمین چشمه ها آب میکشه و بیرون میشود، دنیا را بر تا فرق آسمان آب میتون. نوح علیه السلام گفت ای پروردگار، وقتی که آب از زمین برآید، آسمان آب بریزاند، تمام دنیای کوها با هم بخورد و غرق شود، کشتی نوح چه می شود؟ این خود 4 تا تخته است. این کوههای سنگی که 1000 متر ارتفاع دارد، ای از بین می رود و این کشتی 4 تخته چوب نجاری که 2 تا میخه 1 اینچ، این چی رقم می شود؟ گفت ای نوح علیه السلام نگران نباش، در 4 گوشه کشتیت بنویس بسم الله بسم الله بسم الله. رحمان رحیمش هم نه، فقط یک بسم الله. یک رحمان رحیم بخوانی خود کاملا شیر و شکر میشه انشالله. در 4 گوشه نوشته کرد که بسم الله بسم الله بسم الله. گفت سوار شو به کشتی. با چه میگه؟ بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. این بسم الله مجریها یا مجراها قرائت‌های مختلف آمده. این امیر نوح علیه السلام در داخل کشتی خوانده. این دعای سفر امی هم هست. سوار شدین این را بخوانین. بناهن به برکت نام من کشتی سالم و صحیح میماند. این را در 4 گوشه کشتی نوشته بکن، بسم الله مجراها را بخوان، الله اکبر. در کشتی سوار شو، کوها را برات میزنم، از بین میبرم، 4 تخته کشتی تو را سالم نگاه میکنم. ای 5 نفری کافرایی که در امون کشتیگه که 5 نفری که در بحر اطلس قونوس است، چی بلاست که داخل رفتن، اگر در 4 گوشهش ایمان و وجدان و کلمه طیبه و لا اله الا الله و بسم الله می داشت، هرگز غرق نمیشد. اینجاست که کشتی نوح علیه السلام به برکت بسم الله
از شر آبی تلاطم خطرناک محفوظ ماند. نوح علیه السلام کشتیش سالم دنیا را آب گرفت. گفتی اواما مرغابی تا زانو. این غلط است. اینمی را که آب بگیره مرغابی همینجا باشه میره دنیا فکر کنی همین منزله تا اینجا نه مرغابی در کجا زنده بمانه. او که الله زنده میمانه او گپش علایده است. خب همین مسجد آب پر که تا چتشه مرغابی را دم چت برده پیچک کنه اونجا تخته بزنه زنده میمانه. موتورا را میشه آمده زده تک تک کنه مرغابی خمه یک نفسک داره بیچاره. اینمی دنیا را آب گرفت غرق شد همگان. بچه نوح علیه السلام گفت که من در کو بالا میشم نجات پیدا میکنم چون بسم الله نداشت بچه. الله بچه پیغمبرم زده تباه کرد. نامش کنعان بود چون با انسانای بد نشسته بود تباهش کرد. نه سگ دنبال آدمای نیک را گرفت دنبال آدمای جوانای مومن را گرفت. سگ میفهمید قرآن از او یاد شده و کلبهم باسط ذراعیه. هر سگی که طرف حمله میکنه خب در کوچه تر میشه سگ سوند میه در دست چوب نداری عصا نداری سلاح نداری کلوخ نیست. این آیت را بخوان و کلبهم باسط ذراعیه. قاری نیستم غلط نخوانم اما سگ رو در طرف نمیآید راهت اعلام میکنه. همون سگه که دنبال انسانای نیک جوانای متدین را گرفتن بالاخره الله توصیفش به قرآن میکنه. بالاخره این آیتی که از نام سگ کف یاد شده بخوان سگ دنیا از تو میگریزد تو را نش نمیزند. چرا دنبال آدمای نیک نمیگردیم؟ به هر صورت کشتی نوح علیه السلام نجات پیدا کرد. گفت به برکت بسم الله و نام من و برکت دعوت و تبلیغ به توحید من تو نجات پیدا میکنی.